ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. آواز میکند آتشیا جنتیارا اهل جهنم ان افیضوا علینا من الماء که برزانین به بالای ما آب یخ زمی جنت او مما رزقکم الله یا از آنچه که الله برتان رزق داده. قالوا میگوین جنتی‌ها ان الله حرمهما علی الکافرین بدون شک الله حرام کرده می آب روزی را به بالای کافرها. آواز میکنن به طریق محاوره است الله خبر میده بین اهل نار و اهل جنت. بعد از اینکه هر یکی در جنت میره جنتی‌ها جهنمی‌ها در آتش میره، باز اینجا آتشی‌ها از جنتی‌ها صدا میکنن که به ما آب و نان پرتین. در وقتی که مصیبت‌ها میاد تشنگی برشان رخ میده گرسنگی رخ میده میگوین که اغیثونا بشیء من الماء به ما برسین به داد ما چیزی آب تا که ما از این حرارت آتش نجات پیدا کنیم. یا آنچه که برتان روزی داده شده خوردنی و نوشیدنی. نادا آواز میکنه الله نجات بده اصحاب جنت که به بالای ما بریزانین. بعضی فهمیده میشه که جنتی ها در بالا هستن اینا در پایین هستن یا از آنچه که بر شما الله رزق دادگی است نوشابه چیزی. قال ان الله قالوا میگن امی جنتی ها یعنی ان الله بدون شک الله حرم و مال الکافرین حرام کردن نان روزی را به بالای کافرها. الله آب و نان خوراک را به بالای کافرها خوراک شراب جنت طعامش حرام کردگی است. عبدالله بن عباس میگه ینادی الرجل اخاه یک آواز میکند یک مرد برادر خود را و پدر خود را یک مرد فیقول میگوید قد احترقت من در گرفتم. خود این جهنمی است اگر که بچه یک کسی است یا برادر یک کسی است. فافض علی من الماء و بالای ما آب بریزان. و قال گفته میشد برایشون عجیب و میگن که ان الله حرمهما جوابش است که الله حرام کرده ای را به بالای کافرها. این را امام طبری روایت کرده است. ثم وصف الله تعالی الکافرین آل الله صفت کافرها را میگه یعنی اگر که پدر در جنت است اولاد آب دادن هم میتونه برادر است خانم است شوهر خانم الله نجات بده. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا واليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. این کافرها کیستن؟ صفتشان بیان میکنن. الذين کسایی هستند اتخذوا دینهم لهوا ولعبا که جور کردن دین خدا را لهو و لعب یعنی دین الله که نازل کرده بود لهو مصروفیت بازیچه استهزا میکردن مسخره میکردن و دیگه وقت خدا را تیر میکردن توجه نمیکردن. و غرتهم الحیات الدنیا فریب داده اینا را زندگانی دنیا در دنیا فریب داده بود زندگانی دنیا مزیبایی های ظاهری شهواتش که انسان میکشه این شانش است به امرای اهلش که فریب میته انسان باز انسان هلاک میکند. فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا وما كانوا بآیاتنا یجحدون. امروز فراموش میکنیم ما اینا را مثل که اینا ملاقات ما را فراموش کردن و آنچه که بایدهای ما انکار میکردن. فالیوم ننساهم یعنی امروز ما اینا را ترک میکنیم مثل که در عذاب مثل که اینا ترک کرده بودن عمل به لقاء یوم ملاقات امروزشان یعنی عمل کردن به قیامت اعمال آخرت ترک کرده بودن. هیچ دلشان چیزی تیر نشده بود یعنی بخی غفلت کرده بودن فراموشی هیچ اهتمام نکردن. علوسی کلام خارج مخرج تمثیل این مخرج تمثیل بیرون شده ترکشان میکنیم داتش مثل که ننساهم کما نسوا مثل که اینا ما را ترک کردن از این ملاقات امروز
یعنی نباید این کار میشد. ابن کثیر میگه معامله میکنیم معامله نسیانه، زیرا الله لا یشوز عن علم شیء، هیچ چیز از علم الله بیرون نیست و فراموش نمیکنه، ولی اینا ما را فراموش کرد، ترک کرده بود، هیچ احکام ما را توجه نمیکرد. قرآن اسلام، قوانین اسلام، آل همون تو بی پروا پشت دنیا یاشی میکرد و میگشت، شهوت پرست بود، در قصه زندگی دنیای خود بود. امروز ما اینا را ترک میکنیم، هیچ اینا با ما نمیبینن، ما در قصهشان نیستیم، در آتش هستند. و ما کانوا بیایاتنا یجحدون کما نسوا و کما کانوا، و این که مثل بودن منکرین بودن به آیات الله، احکام الله را انکار میکردن، تکذیب استهزا میکردن. پس ما امروز اینا را در اینجا ماندگی استیم، هیچ برشان توجه نمیکنیم. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه، و ندا میکنن دوزخیان اصحاب نار، اصحاب الجنه اصحاب بهشت رو. دوزخیان به بهشتیان میگن که ندا میکنن، این ندانشون چیه؟ ندا میکنن ان که افیضوا علینا، ببخشید به ما، عطا کنید به ما، یه چیزی بندازید پیش ما، یه چیزی به ما بدید. افیضوا علینا من الماء، از آب، او مما رزقکم الله، یا از آن چیزی که الله تعالی روزی شما قرار داده. در دوزخیان اونجا نه آب گوارایی برای خوردن دارن برخلاف بهشتیان، و نه غذای مناسبی دارن. آبی که اونها داده میشه، اون پسافکنده ها، و یا به تعبیری دیگر، تعبیر دقیق تر قرآنی، آبی که میخورن جویی هست که از خون و از عرق و از پیشاب خودشون در دوزخ دارن و صورت می جوشه، اون هم به صورت جوشیده بونها داده میشه، و غذایی هم که میخورن از زقوم بونها داده میشه که چنان تلخ هست که تمام وجود اونها رو فرا میگیره مثل سمی، و اون آب رو که میخورن تمام یغلی ما فی البطون به تعبیر قرآنی، آن چیزی که در شکم دارن همه رو میسوزانه و میجوشه، هر چیزی که در شکم است. وضعیت بسیار سختی است، الله تعالی ما شما نجات بده. این عده وقتی که راحتی و آسایش بهشتیان رو میبینن، خب این خودش هم باز یک زجری است، بیشتر یک زجر روحیه، یک عذاب روحیه که اونها رو این گونه میبینن و هی حسرت میخورن که چرا ما اینطور مثل اونها ایمان نیاوردیم، چرا اونها رو مسخره میکردیم، راه اونها رو نرفتیم. میگن که آبی به ما بدید، یا افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم الله، یا از اون چیزی که الله تعالی روزی شما قرار داده یک چیزی به ما بدید، یک چیزی به ما عطا کنید. قالوا، بهشتیان میگویند که ان الله حرمهما علی الکافرین، الله تعالی این رو حرام کرده، این آب یا اون چیزی که روزی ما کرده رو بر کافران. بهشتیان اون روز دیگه روزی نیست که با حال دوزخیان کسی رحم بکنه، حتی بهشتیان، حتی این بهشتی اگر از نزدیکترین فرزندانش هم باشه، فرزندش باشه، پدرش باشه، همسرش باشه، نه، اونجا دیگه فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون، در اون روز دیگه نسبت ها به درد کسی نمیخوره و نه کسی از کسی میپرسه، اون نسبت ها هم برداشته میشه. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، خدا حرام کرد این چیزا رو بر کافران، همون کسانی که برمی گرفتن دینشون رو گرفته بودن لهوان، بازیچه، لهوان سرگرمی، و لعبا بازیچه، دین روشون رو به سرگرمی و بازیچه گرفته بودن، فکر میکنن دین همش همین سرگرمی و بازیچه است و شوخی کن و بخند و مسخره کن. و غرتهم الحیات الدنیا، و اینها رو فریب داده بود زندگی دنیا. فالیوم ننساهم، پس امروز ننساهم، الله تعالی میفهمد که امروز ما اونها رو فراموش میکنیم. الله تعالی میفهمد امروز من الله با عظمتی که دارم اونها رو به باد فراموشی میسپارم، اونها رو اصلا توجه به اونها نمیکنم. کما نسوا لقاء یومهم هذا، همون گونه که اونها فراموش کردن ملاقات این روزشون رو، یومهم روزشون، هذا این روز، همون گونه که اونها این روز رو فراموش کرده بودن، روز قیامت رو، این روز حساب کتاب رو، این بخش عظیم از زندگی ما انسان ها چیزی به اسم مرگ برای ما وجود نداره.
ما در یک صفت ما انسان ها جاودانه هستیم. عمر ما پایان نداره. عمر ما معلوم نیست چند میلیارد سال باشه. خود الله بهتر میدونه. اگه الله بخواد ما رو از بین ببره، از بین میبره، وگرنه ما از بین رفتنی نیستیم. ما جاودانه میمانیم، چه در بهشت چه در دوزخ. الان میریم به قبر، از قبر دوباره بلند میشیم در صحرای محشر، دوباره میریم به بهشت یا خدای نکرده به دوزخ، و جاودانه در بهشت و دوزخ ادامه داره زندگی انسان ها و ما از بین نمیریم. فقط مرحله زندگی ما عوض میشه، از یک جا به یک جای دیگه میریم، از اینجا به یک جای دیگه، از اونجا به یک جای دیگه. و مهمترین مراحل زندگی ما این مراحلی است که الله تعالی در این کتاب راهنمای زندگی، نقشه‌ای که ما مسافرین داریم میریم، به ما نشون میده به ما. اون کسانی که این کتاب رو، این نقشه رو، این بخش مهم زندگی رو، این بخش مهم راه رو به بازیچه میگیرن، مسخره میکنن، بازی میدونن، سرگرمی میدونن، بیکاری میدونن، لهو و لعب میدونن، وقت تلف کردن میدونن، نمیدونم وقت تو تلف نکن، جوونی برو کیف تو بکن، زندگی تو بکن، حروم نکن وقت خودت رو. چی خودتو مسئول کردی در یه چادر پوشیدی، نمیدونم ریش گذاشتی و خودتو پایبند کردی به نماز و روزه و برو حالتو بکن، برو زندگی تو بکن، لذت تو ببر. اینها اون کسانی هستند که این روزو فراموش کردن. اینا همون کسانی هستند که یک روزی از بهشتیان گدایی میکنن یک لیوان آب و کسی نیست که بهشون بده. گدایی میکنن یک لقمه نان و کسی نیست که بهشون بده. فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا. اینها امروز الله تعالی میفرماند من الله با عظمت اینها رو به باد فراموشی میسپارم. اینها رو فراموش بی توجه هم همون گونه که اینا بی توجه بودن، فراموش کردن این روزشون رو و این ملاقاتشون رو، و به سبب و ما کانوا بآیاتنا یجحدون، و به سبب اینها که به خاطر اینکه اینها بودن به آیات ما یجحدون، این آیات قرآن کریم رو، این کلام رو، این سخنها رو اینها انکار میکردن، قبول نداشتن، نمیپذیرفتن. اینها رو الله تعالی میفرماید که چون اینها این گونه بودن، فراموش کردن، امروز هم اینا رو به باد فراموشی خواهیم سپرد. الله تعالی ما و شما و همه امت اسلامی رو از این جمع نجات بده و ما رو از گروه اون کسانی بدانه که قرار بده که و نزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانهار و قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، و ندا داده بشه ان تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون ان شاء الله و ما ذلك علی الله بعزیز. آل دوزخی ها وقتی که جنتی ها رو میبینن و در جنت اما مقامات میبینن و خود دوزخی ها در حالت خراب و تشنگی قرار دارن و نادا و صدا میکنن اصحاب النار اهل دوزخ. کی را صدا میکنن؟ اصحاب الجنت، جنتی ها را صدا میکنن که او جنتی ها ان افیدوا علینا من الماء، پرتین بتین یا کمک، افیدو یعنی روان بکنین یا بیندازین، من الماء از امو آبی که پیش شما هست، او مما رزقکم الله، یا از چیزی که الله برتان رزق داده خیر است، امو باقی ماندایشه، امو چیزایشه برای ما پرتین. قالوا بر از اینا گفته میشن، میگوین برشان که ان الله حرمهما، الله متعال هم نوشابه های جنت هم خوردنی ها و میوه های جنت حرام نموده است علی الکافرین، بر کافران. کافران کدام مردم ها هستن؟ آل تشریح میکنن که کافرای حقیقی بیدینایی که مستحق دوزخ میشن کدام مردم هستن؟ خود قرآن تشریح میکنه و میگه الذین، او کسانی هستن که اتخذوا گرفتن دینهم، دینشان را، لهوا و لعبا، وسیله لهو و لعب، ساعت تیری. او دینی را که الله بر از اینا واجب کرده بود که باید در اونجا عبادت میکردن، اصلاح میشدن، دیگرها را اصلاح میکردن، تقوا میکردن، این را وسیله لهو و لعب خود گشتاندن. دین ساتیری ساختن، دین مجلسای ساتیری برای خود جور کردن. گاهی میگفتن که مثلا چک چک میکردن، گاهی میرقصیدن، مکاع میکردن، تصدیه میکردن، لباسهای خود دور میکردن، اوریان. حالا ما شما ببینید بسیاری کسا هست اما مجلس دینداری به یک مجلس فسق و فجایع مبدل میشن. نکاحی که سنت است در مجلس از سعی کنید یک تکه مجلس ساتیری و رقص و اختلاط و بی‌حیایی است. مجالسی که برای عبادت و ذکر میگیرن او را سعی کنین که رقص است و
خیز انداختن است. الله متعال میگه اینی کسایی هستند که کافرها حقیقی کسایی هستند که سر دین رشخند میزنن. الذین اتخذوا دینهم، کسانی که دین خدا گرفتن چی؟ لهو و لعب، وظیفه بر وسیله لهو سرگرمی و لعب ساتری، و غرتهم الحیات الدنیا، و اینا را مغرور ساخت زندگی دنیا. الله متعال میگه فالیوم ننساهم، امروز اینا را فراموش میکنیم. اینجا از معانی نسیان در زبان عربی چی است؟ ترک و اهمال است. یعنی اینا را ما ترک میکنیم، در فکر و در قصهشان هیچ نمیشیم. امروز همین قسم که یا بیدینی میکردن، قرآن و سنت ترک کرده بودن، فراموش کرده بودن، بی تفاوت در مقابلش بودن. الله متعال میگه اینمی قسم ما اینا را فراموش میکنیم. کما نسوا لقاء یومهم هذا، مثل که اینا فراموش کردن ملاقات امروز خدا. و ما کانوا بآیاتنا، و به سبب آنچه که بودن به آیات قرآن یجحدون، چی میکردن؟ جحد و انکار میکردن. اولین مکالمه مال اهل بهشت بود، دومی مال اصحاب اعراف بود، سومین مکالمه مال اهل جهنم است. جهنمی ها هم اونجا تقاضای میکنند از بهشتی ها. سبحان الله. و نادا اصحاب النار اصحاب الجنه، اهل آتش ندا میکنند، صدا میزنند اصحاب الجنه، اصحاب بهشت را. از اونها میگه ما از شما یه خواسته ای داریم. چیه خواسته؟ ان افیضوا علینا من الماء، بر ما بریزید مقداری از آبی که شما دارید. اینجا ما از تشنگی مردیم، کمی آب به ما بدید. او مما رزقکم الله، یا از اون رزقی که الله به شما داده. جا از بس که سخته، مجبور میشم متوسل میشم به اهل بهشت، شما به داد ما برسید، مقداری آب، مقداری نان. قالوا ان الله حرمهما على الكافرین، اهل بهشت میگه ما اجازه نداریم، اینها را الله حرام قرار داده بر کافرین. این هر دو را، هم رزق را هم آب را، اینا بر شما حرام هستند. کافرین کیند؟ کافرین را الله معرفی میکند. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، کافرین آنهایی هستند که دین خودشان را لهو و لعب قرار دادند، دین را بازیچه دست قرار دادند، هر چی که دلشون میخواست دین را همون شکلی در آوردند. خیلی ها هستند که دین را طبق هوای نفس در میارند. دین نباید تابع ما باشد، تابع هوای نفس باشد، ما باید تابع دین باشیم. لذا اینها هر رسمی درست کردن، گفتن دین همینه. خیلی از افراد در دین، بعضی اشارات بکنم که باید بفهمیم، خیلی از افراد در دین دکان درست کردند، مغازه درست کردند، از این طریق میخواهند به نوایی برسند. لذا چیزهایی که در دین نیست اینها را درست میکنن، رسوماتی درست میکنن، پخت و پزی. به وقت مردن میگه روز سوم یک خرج بده، روز هفتم یکی بده، روز چهلم یکی بده، هر سال بده. همه وقتی که بدن دیگه همیشه این دراوی شکمشون سیره. این دین لهو و لعب، بازیچه. تبدیل کردن به چی؟ به هوای نفس، هرچی که دل ما بخواهد. خیلی ها هستند که میگویند هر چی گناه میکنی، هر چی معصیت میکنی بکن، فقط در سال یک روز دو روز. مثل بعضی مسیحیان میگن فقط در سال روز کریسمس بیا و در کلیسا و اینجا معذرت خواهی بکن، معذرت خواهی بکن، دیگه همه یک پرونده پاک میشه، گناهت بخشوده میشه. لذا بعضی از ما هستیم که میگیم در دین هر چی میکنی بکن، فقط این ایام رمضان مثلا، ایام محرم مثلا، بیاید این اعمال را انجام بدید، بعد از اون معافید. این بازیچه هست. دین را ما بازیچه قرار دادیم مطابق هوای نفسمون، یعنی هر چی میخوای بکن، فقط این ایام استثناء.
لذا اینها هستند که دین را لهو و لعب، بدعت همینه، خرافات همینه که ما در دین از خود ایجاد کنیم. نه، دین را باید از قرآن بگیریم، از قانون خدا، از کلام رب بگیریم. لذا الله می فرماید الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا، آنانی که دین را لهو و لعب قرار دادن. و غرتهم الحیات الدنیا، چی چیزی اونها را فریب داد؟ زندگی دنیا. فقط مراسمی درست کردن که در اون مراسم شکم آباده، دیگه خبری از طاعت و بندگی نیست، خبری از عبادت نیست. این غرتهم الحیات الدنیا همینه. لذا الله می فرماید اینهایی که اینگونه کردن با دین ما، فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا، امروز ما آنها را فراموش میکنیم همان گونه که آنها این روز ما را فراموش کردند. فراموش میکنیم به معنی اینکه تحویل نمیگیریم، توجه نمیکنیم، همونطور که اونها در دنیا قرآن را توجه نمیکردند، احکام را توجه نمیکردند، ما هم اونها را توجه نمیکنیم. بله، و ما کانوا بآیاتنا یجحدون، به سبب اینکه نسبت به آیات ما منکر بودند. آیات الهی بیانگر عقاید صحیح است، بیانگر ایمان صحیح است. آیات میگه در عبادت نباید غیر از خدا کسی را پرستش کرد، در دعا و ندا نباید به غیر از خدا از کسی استمداد کرد، از کسی طلبید. ولی اونها اینها را انکار میکردن، میگفتن نه ما نتیجه گرفتیم، ما رفتیم کلیسا نتیجه گرفتیم، رفتیم فلان قبرستان نتیجه گرفتیم، فلان بت نتیجه گرفتیم. داستان در مقابل آیات. لذا الله می فرماید آیات ما را منکر بودن، امروز ما تحویلشون نمیگیریم. صدق الله العظیم.